ذهن و احمق هستید. شما ممکن است کاری انجام دهید و به خود بگویید دلم میخواست باهوش و زیرک بودم، اما حتما احمق هستم وگرنه این کار را نمی کردم. ذهن در صدها جهت متفاوت می رود و ما می توانیم روزهای بسیاری را صرف اثبات احمق بودن خود کنیم. آن وقت یک روز یک نفر توجه شما را به خود جلب می کند و با استفاده از کلام درست به شما می باوراند که احمق و کند ذهن نیستید. شما آنچه را این شخص می گوید باور می کنید و میثاق جدیدی می بندید. طلسم باطل می شود فقط با قدرت کلام. برعکس، اگر شما باور داشته باشید که احمق هستید و یک نفر پیدا شود که پس از جلب توجه شما بگوید بله تو واقعا احمق ترین آدمی هستی که من دیدم، میثاق قبلی شما تشدید می شود و قدرت بیشتری می یابد. حالا بگذارید ببینیم معنای بی‌عیب و نقص یا معصوم چیست. مذاهب درباره گناه و گناهکار سخن میگویند، اما بگذارید معنای حقیقی گناه را درک کنیم. گناه کاری است که شما به زیان خویشتن خویش انجام می‌دهید. هر احساس، باور یا کلامی که به زیان شماست، گناه است. شما وقتی برای هر چیزی خود را مورد قضاوت قرار می‌دهید یا سرزنش می‌کنید، به زیان خویش عمل می‌کنید. بیگناه بودن یعنی درست برخلاف این. بی‌عیب و نقص بودن یعنی به زیان خود نبودن. شما وقتی معصومانه عمل می‌کنید، وقتی بیگناه هستید، مسئولیت اعمال خود را می‌پذیرید، اما خود را مورد قضاوت قرار نمی‌دهید و سرزنش نمی‌کنید. از این دیدگاه کل مفهوم گناه تغییر می‌کند و از مبحثی مذهبی یا اخلاقی به امری در حیطه عقل سلیم تبدیل می‌شود. گناه با طرد خویشتن آغاز می شود. طرد خویشتن بزرگترین گناهی است که مرتکب می شوید. در زبان مذهب طرد خویشتن گناهی کبیره است و موجب مرگ می شود. از سوی دیگر بیگناهی به حیات منجر می شود. معصوم بودن در کلام یعنی آن را علیه خویشتن به کار نگرفتن. اگر من شما را در خیابان ببینم و احمق خطابتان کنم، به نظر می رسد که از کلام علیه شما استفاده کردم، اما در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم، چون شما به خاطر سخنان من از من بیزار می شوید و این بیزاری برای من خوب نیست. بنابراین اگر من خشمگین شوم و با کلامم زهر به سوی شما سرازیر کنم، در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم. من اگر خودم را دوست داشته باشم، این عشق را در تبادلاتی که با شما دارم نشان میدم و در این صورت معصومانه از کلام استفاده می کنم، چون چنین عملی عکس‌العملی دوستانه خواهد داشت. اگر شما را دوست داشته باشم، شما نیز مرا دوست خواهید داشت. اگر به شما توهین کنم، شما هم به من توهین خواهید کرد. اگر نسبت به شما حق شناس باشم، شما نیز نسبت به من حق شناس خواهید بود. اگر با شما خودپسندانه برخورد کنم، با من خودپسندانه برخورد خواهید کرد. اگر از کلام برای افسون کردن شما استفاده کنم، شما هم مرا افسون خواهید کرد.
بیگناه بودن در کلام یعنی استفاده درست و مناسب از انرژی، یعنی به کار گرفتن انرژی در جهت حقیقت و عشق به خود. اگر با خودتان میثاق ببندید که در کلامتان بیگناه باشید، دقیقاً به همین قصد، آن وقت حقیقت از طریق شما تجلی می کند و همه سموم عاطفی را که در شما وجود دارد شستشو می کند. اما بستن این میثاق دشوار است، چون ما آموخته ایم که دقیقاً برعکس عمل کنیم. ما آموخته ایم که عادتاً دروغ بگوییم، هم در ارتباطمان با دیگران و هم در ارتباط با خودمان، و این دومی خیلی مهمتر است. ما در استفاده از کلام معصوم نیستیم. اقتدار کلام اغلب مورد سوء استفاده کامل قرار می گیرد. ما از کلام برای نفرین، سرزنش، ایجاد احساس قصور و تخریب استفاده می کنیم. مسلماً در راه درست هم از آن استفاده می کنیم، اما در دفعات کمتر. بیشتر اوقات از کلمات برای سمپاشی استفاده می کنیم، برای انتقال زهر خشم، حسد، بخل و نفرت. کلام جادوی خالص است و مقتدرترین موهبتی است که ما انسان‌ها داریم، اما از آن علیه خودمان استفاده می کنیم. طرح انتقام می ریزیم، با کلاممان هرج و مرج ایجاد می کنیم. از کلام برای ایجاد نفرت بین نژادها، قومها، خانواده‌ها و ملت‌ها استفاده می کنیم. ما مکرراً از کلام سوء استفاده می کنیم و این استفاده نادرست است که آفرینش و تداوم بخشیدن به رویای دوزخ را ممکن می سازد. استفاده نادرست از کلام یعنی چگونه یکدیگر را از پا بیندازیم و یا در حالت ترس و شک نگه داریم. چون کلام جادویی است که انسان‌ها در اختیار دارند و سوء استفاده از کلام یعنی جادوی سیاه. پس همه ما تمام مدت از جادوی سیاه استفاده می‌کنیم، بیان که بدانیم کلام ما تماماً جادویی است. مثلا خانمی بود که هم باهوش بود و هم قلب مهربانی داشت. او دختر کوچولویی داشت که تا سرحد پرستش دوستش داشت. شبی پس از طی یک روز کاری خیلی سخت و بد، خسته و پر از تنش و با سردردی وحشتناک به خانه بازگشت. در آن شرایط او نیاز به سکوت و آرامش داشت، اما دختر کوچولویش با شادی بالا و پایین میپرید و آواز میخواند. دخترک از احساسات مادرش آگاه نبود. او در عالم خودش سیر میکرد، در رویاهای خودش. او آنقدر حال خوشی داشت که دم به دم بلندتر میخواند و جست میزد تا احساس شادی و عشق خود را بیان کند. او به قدری به صدای بلند آواز خواند که سردرد مادرش بدتر شد، به طوری که اختیار خودش را از دست داد و خشمگین به دختر زیبای کوچولویش نگاه کرد و گفت: بس کن، صدایت خیلی بد است، ممکن است خفه شوی. حقیقت این است که تحمل مادر نسبت به هر صدایی به پایان رسیده بود. نه اینکه صدای دخترک بد باشد، اما دخترک آنچه را مادرش گفته بود باور کرد و در آن لحظه میثاقی با خودش بست. پس از آن او دیگر هرگز آواز نخواند، چون باور کرده بود که صدایش بد است و نمیخواست دیگران را با شنیدن آن بیازارد. در مدرسه او دختر کمرویی بود و هر وقت از او میخواستند آواز بخواند رد میکرد. حتی صحبت کردن با دیگران برایش دشوار شده بود. همه چیز این دخترک به خاطر این میثاق عوض شد. او گمان کرد که باید هر احساس و عاطفه ای را سرکوب کند تا محبوب و مورد پذیرش باشد.
ما هرگاه عقیده ای را میشنویم و آن را باور میکنیم، میثاقی را میپذیریم که بخشی از نظام باورهای ما میشود. این دختر کوچک بزرگ شد و اگرچه صدای قشنگی داشت، دیگر هرگز آواز نخواند. او از یک طلسم عقده‌ای کامل ساخت. این طلسم را کسی که بیش از همه وی را دوست می داشت به گردنش افکنده بود. مادرش. مادر او متوجه نشد که با کلامش با او چه کرده است. متوجه نشد که از جادوی سیاه استفاده کرده و بچهش را طلسم کرده است. او از اقتدار کلامش آگاه نبود، بنابراین نباید سرزنشش کرد. او آنچه را مادر و پدر خودش و دیگران بارها با او کرده بودند انجام داد. او از کلام سوء استفاده کرد. ما چند بار این کار را با فرزندانمان انجام می دهیم. ما این نوع عقاید را به آنها می دهیم و آنها این جادوی سیاه را سالهای متمادی با خود حمل می کنند. کسانی که دوستمان دارند ما را اسیر جادوی سیاه می کنند، اما نمی دانند که چه می کنند. به همین دلیل است که باید آنها را ببخشیم، چون نمی دانند که چه می کنند. یک نمونه دیگر. شما یک روز صبح بسیار شادمان از خواب بیدار می شوید. 1-2 ساعت مقابل آینه می نشینید و خود را خوشگل می کنید. بعد یکی از بهترین دوستان شما از راه می رسد و می گوید برایت چه اتفاقی افتاده؟ چقدر زشت شده ای؟ نگاه کن چه لباسی پوشیده ای، مسخره به نظر می آیی. همین کافی است تا شما را بلافاصله به جهنم وارد کند. شاید این دختر مخصوصاً این جمله را گفته تا شما را اذیت کند و موفق هم شده. او عقیده ای را با تمام اقتداری که در پشت کلامش نهفته است ابراز داشته. اگر عقیده او را بپذیرید، این به میثاقی جدید بدل می شود و شما تمام توان خود را صرف آن می کنید. آن وقت این باور تبدیل به جادوی سیاه می شود. این نوع طلسم ها به دشواری باطل می شوند. تنها چیزی که ممکن است چنین طلسم هایی را باطل کند، پذیرفتن میثاقی جدید مبتنی بر حقیقت است. حقیقت مهمترین بخش بیگناهی در کلام است. در یک لبه شمشیر دروغ‌هایی است که جادوی سیاه را می‌آفریند و در لبه دیگر حقیقت است که قدرت باطل کردن و در هم شکستن طلسم جادوی سیاه را دارد. تنها حقیقت ما را آزاد خواهد کرد. به ارتباطات روزانه انسان ها نگاه کنید و مجسم کنید که ما چند بار با کلام خود یکدیگر را جادو می کنیم. در طول زمان این ارتباط به بدترین شکل جادوی سیاه تبدیل شده است و ما آن را غیبت می نامیم. غیبت بدترین نوع جادوی سیاه است، چون زهر خالص است. ما از طریق میثاق‌ها آموخته ایم که چگونه غیبت کنیم. وقتی بچه بودیم میشنیدیم که بزرگسالان دور و بر ما غیبت میکنند و تمام مدت درباره دیگران ابراز عقیده مینمایند. آنها حتی درباره کسانی که اصلاً نمیشناختند عقایدی ابراز میکردند. همراه با این عقاید سم عاطفی منتقل میشد و ما میآموختیم که این طریقه عادی ارتباط برقرار کردن است.
غیبت یکی از شکل‌های مهم ارتباط در جامعه انسانی است. این راهی است که آدم‌ها را به هم نزدیک می‌کند. چون ما وقتی می‌بینیم کسی همان احساس بدی را دارد که ما داریم، احساس بهتری پیدا می‌کنیم. ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید بدبختی شراکت را دوست دارد. کسانی که در جهنم رنج می‌برند نمی‌خواهند تنها باشند. ترس و رنج بخش مهمی از رویای این سیاره هستند و از این راه است که رویای سیاره ما را مغموم می‌کند. با مقایسه ذهن انسان و کامپیوتر، غیبت را می‌شود به ویروس کامپیوتری تشبیه کرد. ویروس کامپیوتری قطعه‌ای از زبان کامپیوتر است که به همان زبان بقیه رمزها نوشته شده است، با این تفاوت که به قصد صدمه زدن ساخته شده است. این رمز وقتی که اصلا انتظارش را ندارید وارد برنامه کامپیوتر شما می شود و اغلب اصلا متوجه آن نمی شوید. هنگامی که این رمز وارد شد، کامپیوتر شما دیگر درست کار نمی کند یا اینکه اصلا کار نمی کند، چون رمزها آنچنان با پیام‌های مشکل زا درآمیخته‌اند که دیگر نمی‌توانند نتایج مطلوبی به دست دهند. غیبت هم دقیقاً به همین شیوه عمل می‌کند. مثلا شما کلاس جدیدی را با آموزگار جدیدی آغاز کرده اید و از مدت‌ها قبل منتظر این واقعه بوده اید. روز اول کلاس پیش کسی می‌روید که قبلاً این کلاس را گذرانده است و او به شما می‌گوید این معلم آدم متفرعن و پرمدعایی است و اصلا نمیداند درباره چه حرف میزند و به علاوه آدم فاسدی است، مراقب خودت باش. شما بلافاصله تحت تاثیر کلام و رمز عاطفی شخص گوینده قرار میگیرید، اما نمیدانید که مقصود آن شخص از گفتن این مطلب چه بوده است. شاید او به دلیل رد شدن در کلاس عصبانی باشد و شاید هم ترس یا تعصب باعث شده باشد این داوری را بکند. اما چون شما آموخته اید که مثل یک کودک اطلاعات را جذب کنید، بخشی از وجودتان این غیبت را باور می کند و با این پیش داوری وارد کلاس می شوید. همانطور که معلم حرف می زند، شما احساس می کنید زهر در درونتان فعال می شود و متوجه نمی شوید که از دید کس دیگری به این معلم نگاه می کنید، کسی که پشت سر او حرف زده است. بعد شروع می کنید با سایر همشاگردی ها در این باره گفتگو کردن و آنها هم بعد از این او را فردی پر ادعا و فاسد می بینند. شما از کلاس متنفر می شوید و خیلی زود تصمیم می گیرید از رفتن با آن خودداری کنید. شما معلم را مقصر می دانید و سرزنش می کنید، در حالی که غیبت است که باید مورد سرزنش قرار گیرد. همه این آشفتگی را یک ویروس کوچک کامپیوتری به وجود می آورد. ذره اطلاعات غلط می تواند ارتباط بین افراد را مختل کند یا از بین ببرد و از طریق انتقال از یکی به دیگری مثل یک بیماری مسری همه را آلوده کند. تصور کنید که وقتی کسی در حضور شما غیبت می کند، ویروسی کامپیوتری را وارد مغز شما می کند و هر بار موجب می شود که اندیشه شما مقداری از روشنی و وضوح خود را از دست بدهد. و تصور کنید که با هر کوششی که برای پاکسازی آشفتگی ذهنی خود از طریق انتقال مطلب به دیگری انجام می دهید، به جای تخفیف اثر این سم در عمل آن شخص دیگر را نیز به این ویروس آلوده می کنید. حالا مجسم کنید که این طرح تا بی نهایت سلسله‌وار همه افراد روی زمین را شامل شود. نتیجه می شود که جهان پر از انسان‌هایی خواهد شد که می توانند اطلاعات را تنها از طریق جریان‌هایی دریافت کنند که توسط یک سم، یعنی یک ویروس مسری، مسدود شدند. باز هم تکرار می کنم که این ویروس سمی آن چیزی است که تولتک‌ها آن را میتوتی می نامند. هرج و مرجی حاصل از هزاران صدا که می کوشند همه همزمان در مغز سخن بگویند.
بدتر از آن جادوگران سیاه یا مزاحمان کامپیوتری هستند که عمدن این ویروس ها را می سازند و منتشر می کنند. زمانی را به خاطر آورید که شما یا فرد دیگری که می شناسید از دست کسی خشمگین بوده اید و میل داشته اید انتقام بگیرید. شما برای انتقام گرفتن به آن شخص یا درباره او مطالبی می گویید. با این قصد که سمی مهلک را منتشر سازید و کاری کنید که شخص مورد نظر احساس بدی نسبت به خود پیدا کند. وقتی کودک هستیم این کار را بدون اندیشیدن انجام می دهیم. ولی وقتی بزرگ شدیم حسابگرتر می شویم و عمدن تلاش می کنیم تا حال دیگران را خراب کنیم. بعد به خودمان دروغ می گوییم و اظهار می داریم که او شایسته چنین تنبیهی بوده است چون کار غلطی انجام داده. وقتی ما جهان را از طریق یک ویروس کامپیوتری می بینیم توجیه شقاوت آمیز ترین رفتارهایمان آسان می شود. اما آنچه نمی بینیم این است که با سوء استفاده از کلام خودمان را عمیق‌تر در دوزخ جا می دهیم. ما سالیان متمادی غیبت شنیده ایم و با کلام دیگران افسون شده ایم و همچنین با کلام خود در مورد خودمان. ما دائما با خودمان حرف میزنیم و اکثر اوقات چنین مطالبی به خود میگوییم: چقدر چاق و زشت به نظر میرسم. پیر شدم و موهایم میریزد. من احمق هستم. هیچ وقت هیچ چیز را نمیفهمم. هرگز به اندازه کافی خوب نخواهم بود و هرگز آدم کاملی نخواهم شد. ملاحظه میکنید که چگونه کلام خود را علیه خود به کار میبریم؟ ما باید بفهمیم که کلام چه هست و چه میکند. اگر شما اولین میثاق را درک کنید که میگوید با کلام خود گناه نکنید، آن وقت شروع می‌کنید به دیدن همه تحولاتی که در زندگیتان رخ می‌دهد. اولین تغییرات در رابطه شما با خودتان اتفاق می‌افتد و سپس در رفتار شما با سایرین، مخصوصاً کسانی که بیش از همه دوست می‌دارید. ملاحظه کنید که چقدر وقت صرف غیبت کردن درباره کسی کرده اید که بیش از همه دوست می‌دارید تا دیگران را قانع کنید که از نقطه نظر شما حمایت کنند. چند بار توجه دیگران را جلب کرده اید و علیه محبوب خود سمپاشی کرده اید تا دیگران به شما حق بدهند. عقیده شما فقط نقطه نظر شماست و الزاماً صحیح نیست. عقیده شما ناشی از باورهای شماست، ناشی از منیت شما. ما همه این زهر را می‌آفرینیم و آن را انتشار می‌دهیم فقط به این قصد که احساس کنیم حق با ماست. اگر ما اولین میثاق را در زندگی سرمشق خود قرار بدهیم و با کلام خود مرتکب گناه نشویم، همه سموم عاطفی از ذهن ما پاک می شود و دیگر در رابطه من با دیگران اثر نمی گذارد. معصومیت در کلام همچنین موجب می شود از طلسم‌های منفی دیگران در امان باشیم، چون ما هنگامی باوری منفی را میپذیریم
که ذهنمان برای آن خاک حاصلخیزی باشد. اگر شما با کلامتان مرتکب گناه نشوید، آن وقت ذهنتان دیگر برای کلماتی که ناشی از جادوی سیاه هستند خاک حاصلخیزی نخواهد بود. برعکس، برای دریافت کلماتی که ناشی از عشق هستند حاصلخیز خواهد بود. شما می توانید میزان معصومیت در کلام را با میزان عشق به خود بسنجید. اینکه چقدر خود را دوست دارید و چه احساسی نسبت به خود دارید مستقیما با کیفیت و صداقت کلام شما ارتباط دارد. وقتی در کلام بیگناهید، احساس خوبی دارید، شاد هستید و با خود در صلح و آرامش به سر میبرید. شما می توانید تنها با عمل به میثاق اول از دوزخ خارج شوید. همکنون من این بذر را در ذهن شما می کارم. اینکه این بذر رشد کند یا نه تنها بستگی به حاصلخیزی ذهن شما برای بذرهای عاشقانه دارد. دیگر به عهده خود شماست که این میثاق را با خود ببندید که من با کلام خود گناه نمی کنم. اگر این بذر را تغذیه کنید، به مرور که در ذهن شما رشد می کند، بذرهای عاشقانه دیگری را به وجود می آورد که جای بذرهای ترس را می گیرند. اولین میثاق نوع بذری را که اندیشه شما برای آن حاصل خیز است عوض می کند. با کلام خود گناه نکنید. این اولین میثاق است و شما اگر می خواهید آزاد باشید، اگر می خواهید شاد باشید و اگر می خواهید از آن مرتبه وجودی که دوزخ نام دارد بیرون بیایید، باید آن را بپذیرید. این میثاق اقتدار بسیاری به همراه دارد. کلام را در راه درست به کار ببرید. کلام را برای شریک کردن دیگران در عشق به کار ببرید. از جادوی سفید استفاده نمایید و از خودتان آغاز کنید. به خود بگویید که چقدر شگفت انگیز هستید، چقدر عالی هستید. به خودتان بگویید که چقدر خود را دوست دارید. با استفاده از کلام همه میثاق‌های کودکانه و حقیرانه را در هم بشکنید. این کار ممکن است. این کار ممکن است چون من آن را انجام دادم و من از شما بهتر نیستم. نه، ما عیناً مثل هم هستیم. مغز و بدن ما مثل هم کار میکنند چون همه انسان هستیم. اگر من قادر بودم این میثاق‌ها را در هم بشکنم و میثاق‌های جدیدی بیافرینم، پس شما هم میتوانید. اگر من توانستم با کلام خیش گناه نکنم، چرا شما نتوانید؟ تنها همین یک میثاق کافی است که کل زندگی شما را تغییر دهد. معصومیت کلام میتواند شما را به آزادی شخصی برساند. میتواند شما را به موفقیت عظیم و به فراوانی برساند. میتواند همه ترس ها را زایل کند و آنها را به شادی و عشق مبدل سازد. تصور کنید که با معصومیت کلام چه ها می توانید خلق کنید. با معصومیت کلام می توانید از دنیای ترس ها رها شوید و زندگی کاملا متفاوتی را تجربه کنید. می توانید درست در میان هزاران انسان دیگر که در دوزخ زندگی می کنند در بهشت زندگی کنید، چون شما نسبت به آن دوزخ مسئولیت دارید. می توانید به ملکوت فردوس درآیید
تنها با همین یک میثاق. با کلام خود گناه نکنید. دومین میثاق: هیچ چیز را به خود نگیرید. سه میثاق بعدی هم زائیده اولین میثاق هستند. دومین میثاق این است: هیچ چیز را به خود نگیرید. هر اتفاقی که در اطراف شما افتاد، آن را به خود نگیرید. مثالی میزنم. اگر من شما را در خیابان ببینم و بیان که شما را بشناسم بگویم: هی، تو چقدر احمق هستی، مسلماً این جمله به شما بر نمی گردد، بلکه به خودم بر می گردد. شما اگر آن را به خود بگیرید، شاید باور کنید که احمق هستید. شاید فکر کنید: از کجا می داند؟ او روشنبین است یا هر کسی می تواند حماقت مرا ببیند؟ شما آن را به خود می گیرید، چون با آنچه گفته شده موافق هستید. به محض اینکه آن را بپذیرید، زهر در درون شما جریان می‌یابد و به دام رویای دوزخ می‌افتید. آنچه باعث می‌شود به دام بیفتید، چیزی است که ما آن را اهمیت شخصی می‌نامیم. اهمیت شخصی یا همه چیز را به خود گرفتن، بیانگر نهایت از خود راضی بودن است. چون شخص بر این تصور است که همه چیز مربوط به من است. در طول دوران تربیت یا اهلی شدن ما می‌آموزیم که همه چیز را به خود بگیریم. فکر می‌کنیم مسئول همه چیز هستیم. من، همواره من. هیچ کدام از کارهایی که دیگران می‌کنند به خاطر شما نیست، به خاطر خودشان است. همه مردم در رویا و در ذهن خود زندگی می کنند. آنان در دنیایی کاملا متفاوت با دنیای ما زندگی می کنند. ما وقتی چیزی را به خود می گیریم، فرض می کنیم که آنها می دانند در دنیای ما چه می گذرد و می کوشیم دنیای خود را به دنیای آنها تحمیل کنیم.
حتی زمانی که موقعیتی بسیار شخصی به نظر می رسد، حتی زمانی که دیگران مستقیما به شما توهین می کنند، این مطلب ربطی به شما ندارد. آنچه آنها می گویند یا انجام می دهند و یا عقایدی که ابراز می کنند، همه طبق میثاق‌هایی است که در ذهن خیش دارند. نقطه نظرهای ایشان حاصل برنامه ریزی است که در مدت اهلی شدن دریافت کردند. اگر کسی درباره شما اظهار عقیده کند و بگوید هی تو چقدر چاقی، آن را به خود نگیرید، چون حقیقت این است که شخص مورد نظر با احساسات، باورها و عقاید خود درگیر است. این شخص می‌کوشد زهرش را به سوی شما سرازیر کند و شما هم آن را میپذیرید. آن وقت این زهر از آن شما می شود. اگر همه چیز را به خود بگیرید، به آسانی به دام این درندگان و جادوگران سیاه می افتید. آنان می توانند شما را به آسانی با عقیده‌ای کوچک گیر بیندازند و هر قدر که خواستند زهر به خورد شما بدهند. و چون شما همه ی حرفها را به خودتان میگیرید، به دامشان میافتید. شما همه آشغالهای عاطفی را که به خوردتان میدهند میبلعید و این آشغالها را از آن خود میکنید. اما اگر آنها را به خود نگیرید، وسط دوزخ در امان خواهید بود. در امان بودن از زهر در وسط دوزخ هدیه این میثاق است. هنگامی که آنچه را گفته می شود به خود می گیرید، احساس تقصیر می کنید و واکنش شما دفاع از باورهایتان است و اینجاست که برخورد به وجود می آید. شما از مسئله کوچک ماجرای بزرگ می سازید، چون نیاز دارید که حق به جانب شما باشد و طرف مقابلتان خطاکار جلوه کند. شدیداً می‌کوشید که محق قلمداد شوید و به همین دلیل عقایدتان را ابراز می‌کنید. به همین صورت هرچه احساس می‌کنید بازتاب رویای شخصی و انعکاس میثاق شماست. آنچه می‌گویید، آنچه می‌کنید و عقایدی که دارید طبق میثاق‌هایی است که پذیرفته اید و این عقاید هیچ ربطی به من ندارند. برای من مهم نیست که شما درباره‌ام چه می‌اندیشید و آنچه را می‌اندیشید به خودم نمی‌گیرم. وقتی مردم می‌گویند میگوئل تو بهترین هستی، آن را به خود نمی‌گیرم و وقتی هم می‌گویند تو بدترین هستی، باز هم به خود نمی‌گیرم. می‌دانم شما وقتی خوشحال هستید ممکن است بگویید میگوئل تو فرشته‌ای، اما وقتی روحیتان بد است میگویید او میگوئل تو مثل شیطانی، چقدر نفرت انگیزی، چطور ممکن است این حرفها را بزنی؟ در هر صورت روی من اثری نمیگذارد، چون خودم میدانم چه هستم. نیازی ندارم که از سوی دیگران پذیرفته شوم، نیازی ندارم کسی را داشته باشم که به من بگوید میگوئل تو بسیار خوب عمل میکنی، یا بگوید چطور جرأت کردی این کار را بکنی؟ نه، من آن را به خود نمیگیرم. شما هرچه میخواهید بیندیشید، هرچه میخواهید احساس کنید. من میدانم که این مشکل شماست، نه مشکل من. شما دنیا را اینگونه میبینید. اصلا به من مربوط نمیشود، چون شما با خودتان درگیر هستید، نه با من. دیگران عقاید خود را دارند که متناسب و موافق با نظام اعتقادیشان است. پس آنچه درباره من میاندیشند واقعا درباره من نیست، بلکه درباره خودشان است. حتی ممکن است بگویید میگوئل آنچه تو میگویی مرا اذیت میکند، اما آنچه من میگویم شما را اذیت نمیکند، بلکه آن چیزی که در شما زخم خورده است با حرفهای من آزار میبیند. شما خودتان را اذیت میکنید. هیچ راهی وجود ندارد که من این سخن شما را به خودم بگیرم. نه به خاطر اینکه من شما را باور ندارم یا به شما اعتماد ندارم،
بلکه به این دلیل که من میدانم شما دنیا را با دید متفاوتی مینگرید، با دید خودتان. شما تصویر یا فیلم کاملی در مغزتان میسازید و در آن فیلم شما کارگردان هستید، تولید کننده هستید و بازیگر اصلی هستید. هر کس دیگری نقش دوم را دارد. این فیلم شماست. نحوه فیلم دیدن شما بستگی به میثاق‌هایی دارد که در زندگی پذیرفته اید. نقطه نظر شما برایتان امری شخصی است. آن حقیقت تنها به شما تعلق دارد. پس اگر از دست من عصبانی شوید، با خودتان درگیر هستید. من بهانه‌ای هستم برای اینکه شما عصبانی شوید و شما عصبانی می شوید چون ترسیده اید، چون درگیر ترس هستید. اگر نترسیده باشید هیچ دلیلی وجود ندارد که از دست من عصبانی شوید. اگر نترسیده باشید هیچ دلیلی وجود ندارد که حسود یا غمگین باشید. اگر بدون ترس زندگی کنید، اگر عشق بورزید، هیچ جایی برای احساسات ذکر شده باقی نمیماند. اگر هیچ کدام از آن عواطف را احساس نکنید، منطقاً احساس خوبی خواهید داشت. وقتی احساس خوبی داشته باشید، همه چیز دور بر شما خوب خواهد بود. وقتی همه چیز در اطراف شما خوب باشد، همه چیز شما را خوشحال می کند. شما به همه چیزهایی که دور برتان است عشق خواهید ورزید، چون به خودتان عشق می ورزید، چون خودتان را همینطور که هستید دوست دارید، چون از خودتان رضایت دارید، چون در زندگی خوشحال هستید. شما از فیلمی که دارید تولید می کنید رضایت دارید و از میثاق‌هایی که با زندگی بسته اید راضی و خوشحال هستید. شما آرام و خوشحال هستید. در حالت سعادتی هستید که در آن همه چیز شگفت انگیز است، همه چیز زیباست. در این حالت سعادت و برکت دائما به هر چه که مشاهده می کنید عشق می ورزید. هرچه مردم انجام می دهند، احساس می کنند، می اندیشند یا می گویند، آن را به خود نگیرید. اگر به شما بگویند که چقدر فوق‌العاده هستید، آن را به خاطر شما نمی گویند. شما می دانید که فوق‌العاده هستید. لازم نیست حرف دیگران را باور داشته باشید که به شما می گویند فوق‌العاده هستید. هیچ چیز را به خود نگیرید. حتی اگر کسی با اسلحه از راه برسد و گلوله‌ای در مغز شما خالی کند، خودتان را دخیل ندانید و آن را به خود نگیرید. حتی در این موقعیت خیلی نهایی. حتی اگر عقایدی که درباره خودتان دارید الزاماً حقیقی نباشند. نیازی نیست آنچه را در مغزتان می‌گذرد یا به خود می‌گویید جدی بگیرید. بهتر است آن را هم به خود نگیرید. ذهن این قدرت را دارد که با خودش حرف بزند.
اما قدرت این را هم دارد که اطلاعاتی را از دیگر قلمروهای وجود بشنود. گاهی در ذهنتان صدایی میشنوید و ممکن است شگفت زده شوید که این صدا از کجا می آید. این صدا ممکن است از واقعیت دیگری آمده باشد که در آن موجودات دیگری با ذهنی مشابه انسان زندگی می کنند. ذهن ما همچنین در آن واقعیت وجود دارد و می تواند آن واقعیت را دریابد. ذهن ما با چشم می بیند و واقعیت بیداری را درک می کند. اما ذهن بدون چشم هم می تواند ببیند. هرچند عقل به سختی از این ادراک آگاه است. ذهن در بیش از یک بعد زندگی می کند. بارها اتفاق می افتد که شما تصوراتی دارید که زائیده ذهن شما نیستند، بلکه آنها را با ذهن خود دریافت کرده اید. شما حق دارید که این صداها را باور بکنید یا نکنید و حق دارید که آنها را به خود نگیرید. ما این حق انتخاب را داریم که صداهایی را که درون ذهنمان میشنویم باور بکنیم یا نکنیم. همانطور که حق انتخاب داریم که در رویای سیاره خودمان چه چیز را بپذیریم و چه چیز را نپذیریم. ذهن همچنین میتواند با خود حرف بزند و به خود گوش دهد. ذهن هم مانند بدن از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. همانطور که میتوانید بگویید من یک دست دارم، میتوانم آن را تکان بدهم و دست دیگرم را احساس کنم، ذهن هم میتواند با خودش حرف بزند. بخشی از ذهن حرف میزند و بخش دیگر گوش میدهد. وقتی هزاران بخش مختلف ذهن شما همزمان با هم حرف میزنند، مشکل بزرگی ایجاد می شود. این همان چیزی است که میتوتی خوانده می شود. به خاطر می آورید؟ میتوتی را می شود به بازار مکاره‌ای تشبیه کرد که در آن هزاران نفر همزمان مشغول گفتگو و معامله هستند. هر کدام اندیشه ها و احساسات متفاوتی دارند. هر کدام نقطه نظرهای متفاوتی دارند. برنامه ریزی های ذهن، یعنی همه میثاق هایی که پذیرفته ایم، الزاماً با هم سازگار نیستند. هر میثاق مانند موجود زنده مجزایی است که شخصیت و صدای خود را دارد. میثاق هایی هستند که با هم ناسازگارند و دائم با هم مبارزه می کنند تا اینکه به جنگی بزرگ در ذهن منجر می شوند. میتوتی باعث می شود که انسانها به سختی بدانند چه می خواهند، چگونه می خواهند و یا چه زمانی می خواهند. خواسته ها با هم سازگار نیستند، چون بخش هایی از ذهن هستند که چیزی را می خواهند و بخش های دیگری که دقیقاً برعکس آن را می خواهند. بخشی از ذهن به برخی اندیشه ها و اعمال اعتراض می کنند و بخش دیگری از اعمال اندیشه های متناقض حمایت می کند. همه این موجودات زنده کوچک زد و خوردی درونی را موجب می شوند. زیرا همه زنده هستند و هر کدام صدای خود را دارند. تنها با بررسی میثاق هاست که می توانیم این مبارزات ذهنی را کشف و خنثی کنیم و سرانجام در این بی‌نظمی میتوتی ایجاد نظم نماییم.
هیچ چیز را به خود نگیرید، چون وقتی چیز را به خود میگیرید خود را به رنج میاندازید، آن هم برای هیچ. انسان‌ها به رنج کشیدن در سطوح مختلف و به درجات متفاوت اعتیاد پیدا کردند و به یکدیگر در تداوم این اعتیاد کمک می‌کنند. انسان‌ها با هم پیمان بستند که در رنج کشیدن به یکدیگر کمک کنند. اگر نیاز داشته باشید که کسی با شما بدرفتاری کند، به آسانی کسی را میابید که آزارتان بدهد. همینطور اگر با کسانی باشید که نیاز به رنج کشیدن دارند، چیزی در شما وادارتان میکند که با آنها رفتار آزاردهنده‌ای داشته باشید. گویی آنها یادداشتی روی پشت خود نصب کردند که روی آن نوشته شده به من لگد بزن. آنها نیاز به توجیه رنجهای خود دارند. اعتیاد آنها به رنج کشیدن چیزی نیست جز میثاقی که هر روز تشدید می شود. هر جا که بروید کسانی را پیدا می کنید که به شما دروغ بگویند و همینطور که آگاهیتان افزایش می یابد متوجه می شوید که خودتان نیز به خود دروغ می گویید. از دیگران انتظار نداشته باشید که به شما راست بگویند، زیرا آنها به خود نیز دروغ میگویند. شما باید به خود اعتماد کنید و تصمیم بگیرید که آیا مایلید آنچه را دیگران به شما میگویند باور کنید یا نه. وقتی ما آدمها را همونطور که هستند ببینیم، بدون اینکه رفتار و گفتار آنها را به خود بگیریم، هرگز از آنها آزار نمیبینیم. حتی اگر دیگران به شما دروغ بگویند، ایرادی ندارد. آنها به شما دروغ میگویند چون میترسند. میترسند که شما متوجه شوید آنها کامل نیستند. از چهره برداشتن این نقاب اجتماعی دشوار است. اگر افراد چیزی میگویند ولی کار دیگری میکنند، شما به خودتان دروغ گفته اید اگر به اعمال آنها گوش فرا ندهید. اما در صورتی که با خودتان صادق باشید، خود را از شر مقدار معتنابهی رنج عاطفی خلاص می کنید. گفتن حقیقت به خودتان ممکن است رنجتان بدهد، ولی نیازی نیست که به این رنج وابسته بمانید. شفا در راه است و فقط مسئله زمان مطرح است تا امور بر وفق مراد شما شود. اگر کسی رفتارش با شما بر مبنای عشق و احترام نباشد، موهبتی است که چنین کسی از شما فاصله بگیرد. اگر این شخص فاصله نگرفت، شما مسلماً چندین سال دیگر هم در کنار او رنج خواهید برد. جدا شدن ممکن است برای مدت کوتاهی آزاردهنده باشد، اما سرانجام قلب شما شفا می‌یابد. پس می‌توانید آنچه را واقعاً می‌خواهید انتخاب کنید. شما در خواهید یافت که برای انتخاب‌های درست، بیش از آن که نیاز به اعتماد کردن به دیگران داشته باشید، نیاز دارید که به خودتان اعتماد کنید. شما وقتی قویاً عادت کردید که هیچ چیز را به خود نگیرید، از بسیاری ناراحتی‌ها در زندگی اجتناب خواهید کرد. خشم، حسادت و حسرت شما ناپدید خواهد شد و حتی غم شما ناپدید می شود اگر مسائل را به خود نگیرید. اگر بتوانید از دومین میثاق یک عادت بسازید، می بینید که هیچ چیز دیگر قادر نیست شما را دوباره به دوزخ بازگرداند. وقتی هیچ چیز را به خود نگیرید، به آزادی قابل توجهی دست می یابید. در برابر جادوی سیاه ایمن می شوید و هیچ طلسمی هرچند قوی باشد نمی تواند به شما آسیب بزند. همه عالم می توانند پشت سر شما حرف بزنند و غیبت کنند و شما اگر هیچ چیز را به خودتان نگیرید، از آسیب در امان خواهید بود. ممکن است کسی عمدن زهری عاطفی برایتان ارسال کند و شما اگر آن را به خود نگیرید، زهر را نخواهید نوشید. هنگامی که زهرهای عاطفی را ننوشید، آنها برای فرستنده صدمه زننده تر می شوند، اما
نه برای شما. شما می توانید ببینید که این میثاق چه اندازه مهم است. هیچ چیز را به خود نگرفتن به شما کمک می کند تا بسیاری از عادتها و امور روزمره ای را که شما را در دام رویای دوزخ می اندازد و دچار رنج بیهوده می کند در هم شکنید. فقط با تمرین این میثاق دوم شما آغاز به درهم شکستن تعداد زیادی توافقهای کودکانه و حقیرانه می کنید که موجب رنج شما می شوند. و اگر میثاق اول و دوم را به کار ببندید 75% از میثاقهای ابلهانه و آزاردهنده‌ای را که شما را در دوزخ نگه داشته در هم می شکنید. این میثاق را روی کاغذ بنویسید و آن را هر جا مایلید بچسبانید تا همواره به خاطرتان بیاورد که هیچ چیز را به خود نگیرید. وقتی عادت کردید که چیزی را به خود نگیرید، دیگر نیازی نیست به آنچه دیگران میگویند یا انجام میدهند اعتماد کنید. فقط نیاز دارید که به خود اعتماد کنید و انتخاب‌های مسئولانه انجام دهید. شما هرگز مسئول اعمال دیگران نیستید. فقط مسئول خودتان هستید. وقتی که واقعاً این مطلب را درک کردید و از به خود گرفتن همه چیز دست برداشتید، آن وقت به سختی امکان دارد که سخنان یا اعمال دیگران موجب آزارتان شود. اگر به این میثاق وفادار بمانید، می توانید با قلبی کاملا گشوده در جهان سفر کنید و هیچ کس به شما آسیب نخواهد زد. می توانید بگویید دوستت دارم بدون اینکه از مسخره شدن یا طرد شدن بترسید. می توانید آنچه را نیاز دارید بخواهید. می توانید آری بگویید یا نه بگویید، هر کدام که دلتان خواست. بدون احساس گناه یا قضاوت درباره خویش می توانید تصمیم بگیرید که همواره به دنبال دل خود بروید. آنگاه می توانید در میان دوزخ بمانید اما آرامش درونی و شادی را تجربه کنید. می توانید سعادتمند بمانید و دوزخ بر شما چیره نشود. سومین میثاق: تصورات باطل نکنید. سومین میثاق این است: تصورات باطل نکنید. ما تمایل داریم که درباره همه چیز تصوراتی به سر راه دهیم. مشکل اینجاست که این تصورات را باور می‌کنیم. می‌توانیم سوگند یاد کنیم که واقعی هستند. ما درباره آنچه دیگران می‌اندیشند و یا انجام می‌دهند تصوراتی داریم. آنها را به خود می‌گیریم. آن وقت سرزنششان می‌کنیم و با ارسال زهر عاطفی با کلاممان واکنش نشان می‌دهیم. به همین دلیل است که هر وقت تصوراتی به سر راه می‌دهیم دنبال مشکل می‌گردیم. تصور می‌کنیم، تعبیر غلط می‌کنیم، مسئله را به خود می‌گیریم و از هیچ فاجعه‌ای عظیم می‌سازیم. همه غم و اندوه و ماجراهای فاجعه باری که در زندگی تجربه کرده ایم ریشه در تصورات و به خود گرفتن مسائل دارد. کمی به خود فرصت بدهید تا حقیقت این حالت را دریابید. تمام جهان تسلط بر دیگران بر پایه تصورات ما و به خود گرفتن آنچه روی می‌دهد استوار است. تمام رویای ما از دوزخ مبتنی بر این جریان است.
ما مقدار قابل توجهی زهر عاطفی تولید میکنیم، به این صورت که تصوراتی به سر راه میدهیم یا موضوعی را به خود میگیریم، چون معمولاً بر پایه تصوراتمان به غیبت کردن میپردازیم. به خاطر آورید که غیبت راه ارتباطی ما با یکدیگر در رویای دوزخ و شیوه انتقال زهر به یکدیگر است. ما چون میترسیم توضیح بخواهیم تصوراتی میکنیم و گمان میکنیم که تصورات ما صائب هستند. آن وقت از آنها دفاع میکنیم و میکوشیم تا دیگری را بر خطا جلوه دهیم. همیشه بهتر است توضیح بخواهیم تا اینکه تصوراتی به سر راه دهیم که موجب رنج کشیدن ما میشوند. میتوته بزرگ در ذهن بشر آشفتگی عظیم ایجاد میکند و موجب تعبیر غلط و درک غلط ما از همه چیز میگردد. ما فقط آنچه را میخواهیم میبینیم و آنچه را میخواهیم میشنویم. چیزها را آنطور که هستند درک نمیکنیم. عادت داریم خیال پردازی هایی کنیم که هیچ مبنایی در واقعیت ندارند. ما عملاً در ذهن خود خیالاتی میپرورانیم. چون چیزی را نمیفهمیم درباره معنای آن به تصوراتمان متوسل میشویم و هنگامی که حقیقت روشن میشود حباب خیالات ما در هم میشکند و در میابیم که واقعیت اصلاً با آنچه ما میپنداشتیم مطابقت ندارد. یک مثال: در فروشگاه بزرگی راه می روید و کسی را می بینید که از او خوشتان می آید. آن شخص به طرف شما بر می گردد، لبخند می زند و بعد به راه خودش می رود. ممکن است بر اساس همین یک اتفاق شما تصورات فراوانی بکنید. با این تصورات کلی خیال پردازی می کنید و واقعاً می خواهید آنها را باور کنید. از تصورات شما رویایی کامل پرداخته می شود و شاید به این نتیجه برسید که این شخص واقعا از من خوشش می آید. در ذهن شما رابطه‌ای کامل از اینجا آغاز می شود. شاید حتی در این سرزمین خیالی با او ازدواج هم بکنید. اما این خیال پردازی فقط در ذهن شما وجود دارد، در رویای شخصی شما. تصورات به سر راه دادن در روابط انسانی یعنی دنبال مشکل گشتن. ما اغلب گمان میکنیم که شریک زندگیمان میداند ما چگونه میاندیشیم و نیازی نیست که به او بگوییم چه میخواهیم. گمان میکنیم که او کاری را که ما میخواهیم انجام میدهد چون ما را خیلی خوب میشناسد. اگر او کاری را که ما تصور میکنیم باید انجام دهد انجام ندهد، آن وقت آزار میبینیم و میگوییم تو باید میفهمیدی. یک مثال دیگر: شما تصمیم به ازدواج میگیرید و تصور میکنید که همسر آینده شما درباره ازدواج همان نظری را دارد که شما دارید. بعد که با هم زندگی مشترکی را آغاز میکنید متوجه میشوید که این مطلب حقیقت ندارد. مشکلات و برخوردهای زیادی ایجاد میشود، اما شما هنوز هم نمیکوشید احساسات خود را درباره ازدواج روشن کنید. شوهر از کارش به خانه باز میگردد و میبیند همسرش عصبانی است و او متوجه نمیشود چرا. شاید به این دلیل که زن تصور میکرده شوهرش میداند که او چه میخواهد، چون او را خیلی خوب میشناسد و میتواند فکرش را بخواند. وقتی میبیند توقعاتش برآورده نشده ناراحت میشود. تصورات در زندگی خانوادگی موجب اختلافات بسیاری میشود. مشکلات زیادی می‌آفریند و در رابطه ما با کسانی که قاعدتاً باید دوستشان داشته باشیم سوء تفاهم‌های زیادی ایجاد می‌کند. در هر نوعی از روابط انسانی ما می‌توانیم تصور کنیم که دیگران می‌دانند ما چه فکر می‌کنیم و نیازی نیست که خواسته خود را به آنها بگوییم. آنان آنچه را ما می‌خواهیم انجام خواهند داد چون ما را خوب می‌شناسند. اگر آنچه را می‌خواهیم و آنچه را تصور می‌کردیم انجام خواهند داد انجام ندهند، ناراحت می‌شویم و می‌اندیشیم چطور ممکن است این کار را بکنی؟ تو باید می‌دانستی. باز هم ما تصور می‌کنیم که طرف مقابل می‌داند که از او چه می‌خواهیم.
فاجعه‌ای کامل به وقوع پیوسته، چون ما این تصور را داشته ایم و بسیاری تصورات دیگر از آن سرچشمه گرفته. نحوه فعالیت ذهن انسان بسیار جالب است. ما نیاز داریم که همه چیز را توجیه کنیم، همه چیز را توضیح بدهیم و همه چیز را بفهمیم تا احساس امنیت کنیم. میلیون ها سوال داریم که به پاسخ نیاز دارند، چون چیزهای بسیاری هست که ذهن منطقی نمیتواند توضیحشان دهد. مهم نیست که پاسخ صحیح باشد یا نه، صرف پاسخ گرفتن موجب احساس امنیت می شود. به همین دلیل است که تصورات به سر راه می دهیم. اگر دیگران چیزی به ما بگویند، بر اساس آن تصوراتی می کنیم و اگر چیزی نگویند، سلسله تصوراتی می کنیم تا نیاز به دانستن خود را ارضا کنیم و آن تصورات را جانشین نیاز خود به ارتباط برقرار کردن نماییم. حتی زمانی که چیزی را میشنویم ولی نمیفهمیم، تصوراتی میکنیم درباره اینکه معنای آن چه بوده است و آن تصورات را باور میکنیم. ما انواع تصورات را به سر راه میدهیم چون شهامت پرسش کردن نداریم. این تصورات اکثراً سریع و ناخودآگاهانه ساخته میشوند، چون ما میثاق‌هایی داریم برای اینکه به این شکل ارتباط برقرار کنیم. ما توافق کرده ایم که پرسش کردن کار خیلی مطمئنی نیست. میثاق بسته ایم که مردم اگر ما را دوست داشته باشند باید بدانند که چه می‌خواهیم یا چه احساسی داریم. وقتی چیزی را باور می‌کنیم تصور می‌کنیم که حق با ماست، تا جایی که حاضریم رابطه ای را خراب کنیم ولی از دفاع از موقعیت خیش دست بر نداریم. ما تصور می‌کنیم که همه زندگی را مثل ما می‌بینند. تصور می‌کنیم که دیگران مثل ما می‌اندیشند، مثل ما احساس می‌کنند، مثل ما قضاوت می‌کنند و مثل ما سوء استفاده می‌کنند. این بزرگترین تصوری است که انسان‌ها دارند. به همین دلیل است که ما می‌ترسیم در حضور دیگران خودمان باشیم، چون فکر می‌کنیم که دیگران ما را مورد قضاوت قرار می‌دهند، ما را قربانی می‌کنند، از ما سوء استفاده می‌کنند و ما را سرزنش می‌کنند، همانطور که ما خودمان با خودمان رفتار می‌کنیم. به همین دلیل است که پیش از آن که دیگران ما را طرد کنند، خودمان خود را طرد می‌کنیم. این نحوه کارکرد ذهن انسان است.